گوش که ده که سعدی مردک خیلی نمیشه آخی مردک خیلی نمیشه آخی خیلی پلا گرفتی جواب بگو آخی یه سال شده مردک تمام شید اکا جان همین پگا بیو پلی قرص بگی برا تمام همین پگا بیام پل ما بگیرم برم وا اکا جان شید اینه پگا ما میون مایله شو اومدی اکا جان زنک زنک او مرده o خیلی کاری زدی وای میره که در تگی همه الله ما کارتش کنه میپزم میارم و گشنگی یا چی دو او به مردک بشوه همون o همون دام اینو دمیشی دیگه او به اولی او خیده شده نیست پیش بخته نیست پیش نپخته به اولی چند تا دارم موندی ای اکای سعدی اکای سعدی ای اکای سعدی ایسان جان امو اکای کامله اخی اونمو هر روزه میره میای ما همین دین اومده بود گفتم که پگا بیام پلی قرص نمیتو باور که دیگه نمیدونم چیکار کنم اخی زنک جان برای جواب شب تیرک خدا اخی می ایزو میکشم زنک جان خودت برایا خودت برا گاوزن ختیش من میرم چی میگم وایا خیلی یکم بهانه بکن التماس مرا ویروچات که زنک جان برا ای اکای سعدی لابه جان ای هنگه سوزن تیجه شما همینجا بدین سلامتی خوبه تیجه رحمت اکای سعدی را فایرات کنی سعدی نیسته اکا جان نیستای نه نیسته و نیستای ای هنگه باور که همین مزاق میکنه چی میکنم شوی تو باور که هر روز این روز بیا پگا بیا و دین وعده داده بود که بیا پگا پل تمیتم گوش که خیلی نمیشه هنگه باور که ده یه روی آدمگری نیست من میرم اینه می حوزی ملی صدا میتم هنگه نه اکا جان در ملی سنتین یا روی حالش هسته اکا جان یا روی حالش هسته اکا جان چخیلیه گوش نه اکا جان همون که حدیده خواهی دیدم که هبا چی ایا همون که اکا جان سه ماه پس رامه گوسپاندا میفروین خواهی با پیش خونه ما میگذارن این هم ریشو کردی اکا جان خواهی دیدم وقتی که گوسپاندا میگذارن اکا جان پشماش در همون ریشو کم میچسبه ما همون پشمه همون را جمع میکنیم میبریم میفروشیم قرض ریخته میتیم اکا اکا پلی قرص گرفتی میخندی ها زنک والا به میگم من در این زمستان این افتابی بر اومدن شد چی خیلی خوشوی تک گرمه کشلو ها میگوی هفته بهاره مردک بهارای میگوی باور که مردک لبای اینمی هم سویاره میگو کدوم هم سیره کی که میگذاریم کوینم اینجا روسته یکم گپت گفت یگم گپ نگفته مردک آه. حرمت میکنه کی که میگذاریم همینجا شتگیه یگم جا کور نمیکده باشه خیلی نداره ده جای کار یکم جای کار زندگیش چی پیش میبرده باشه مردک انا دیدی من یه روز کار نبرم دل جگری مرا میخری که امروز کار نمیره آفرینی آدمو به کار نمیگوی مردک های مردک منو در کار میزیبه در خونه شتن میزیبه من فهمیدم این چیزا رو من خودم میدونم مرا درس نتیتم سلام علیکم و علیکم السلام نازیام شایا میشه رحمان کجای رفته سین نه ما آیا جو گشتیم اومدیم تینجی بر تینجی گوش کنم سویا همین روز زیده روز در همین قدی ره یه مرده کلون ای بانه میدونی پیش کده اشتو کجده میستی او یه جو در برای کار که نمیشه اون جای کار رو دیفتم انا بزرگ گفتم بیا بریم میوه سودا که میوگی سودا که بگردن نگرفتی با اونا زپرافکا در جای کار رو دیفتم بگردن نگرفتی با اونا ساختمان در کرپیچ گفتم برای کلات کنین بگردن نگرفتی گوش کن تا ای کدوم حساب بیای میخری ما میگردیم خیلی بکار همسایه غم مرا نخو ما بیام میخرم نیام میگردم گوش که اول مرا میبخشی و نکی تمام رنگ هم سگوی دایدو بدهی وو چخیلی او هم همو بیوان میخرند نیوان میگردن کامل جان میگم همه هفته آخر این خنکی اومد این تومان این خنکی این برف باور کن یا همین ای خنکی رو یخچالک میبنده عجایب گام میزنی کامل جان با داره خنکی آدم تست گشنه میمونه البته تسکش خیلی فصل شد میزنم برف میزنه همین خیلی چیکار کنیم دیگه می کامل جان میگم که چی همگی هم اینو بستی تینجه هم پایان ده چه کن نوع خونه من میرم یه نونی گرم میارم نونی گرم میخریم گرم میشه
بیای عجایب گم میزنی سعید جون حالی خونه ما میریم یانگت هم میگیم یا نونی گم دارم دیگدون اکو چاکدون انم دم میپازم میخریم انا روحت نونی چاکدونی را ببین با ما بگو چخل بده رفتیم ها با نون بپوزم با چخل میپازم رفتیم رفتیم خیلی باشه ای تخار آمدم ای تخار آمدم کلاب میرم جانم کتیار آمدم بیار میرم جانم کتیار آمدم کتیار آمدم دستا بگرد لالا بجنجور آمدم بیمار میرم لالا لا 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 شو سراسی من رفتیم میرم اینجا میرم پیشینی میکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جان آوردم ها در مرحمت سعدی جان مرحمت خوش اومدید خوش اومدید خوش اومدید مرحمت حالا که گوش کن من زنک در راه خمیر میکنی یه خاک ورده که خمیر میکنی یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جان خودی میخریم اگر یک کدم در بیرون بالاتر میشی بالاتر خمیر که میگم زنک جان یعنی اونی گرم بپز کلی سعدی بخریم مخی یک کدم بیرون در گوش کن مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیسته یا تو مرا میگی که خمیر کنونی گرم پس ما بخورم در خونه اور نیست نه خای اور کی نباشه فطیر بپز ما چی گفتم شما رو آخی؟ من گفتم اون طرف او پشتی چی را رنگ کنین پال اینا همه برگار را بشینین توزه کنین یعنی ما کنی یه جوره جمع کنین میبرم یه جوره یعنی ما میپارتیم نه آخی نه ای طرف گفته اسم آخی چی خیلی میفهمی تو آخی حالی بیا دقیقه بیا سالی نمیفهمی یه چیزه آخی تو که من شما را بفهمونم آخی هر یه چیزه عیب نیست من بالا ببرم و پایم بفرم آخی بیا دقیقه انا گوش کنیم بچه جانو ما ایم بالا شما را فهموندم که همیرا وقتی که باستینشه برای قومت روز شدن همش یه جویا این چیه این طرفش باستین این طرفش این خیل موندین همیرا یه جویا ببندی قومتکش روز برو یا این کاری خوب نمیشه لابای بیو کیه سلام علیکم و علیکم السلام سلامتی خوبه رئیس رحمت تینجی بخیر پیشتون یک خدمت اومیم رئیس خب تینجی بود همین بچه ما های بچه همسایه را زده با بچه همسایه بچه ما را زده یعنی که بچه شما بچه همسایه را زده بچه همسایه گشته بچه شما را زده او هم خیلی شده رئیس جان شما بگین همین کار درسته یا نه درسته البته درسته خیر رحمت کلان رئیس نمیشینی نه پیالا رحمت چوکنی میندار مایلش خب ما کارگر دارم خب مایل انا که گوش کنین که دامم شما شما را میفهمونم با خوش رو دیگه کی مرا غم نکن انا با کی باشه رئیس بابا لابای بیو سلام علیکم و علیکم السلام نازه سوده رئیس بابا رحمت چینجی بود تینجی یا چی پرسیم خب همین بچه همسایه بچه ما را زده بچه همسایه را نزده ما فهمیدم گپ شما را بچه همسایه بچه شما را زده بچه شما بچه همسایه را نزده او رئیس بابا شما بگین که همین کار درسته یا نه درسته البته درسته مایل مایلش خب مردک تو چی خیلی رئیسی او همسایه اومد گفتی گپیت درسته اینه همسایه را اومد گفتی گپیت درسته من نفهمیده مردک برای چی خیلی گفتستی راست میگوی زنک گپی تام درسته